اگه یه نفر از من بپرسه راز تجلی پیدا کردن آرزوهامون چیه، یا راز این که چطور به خواسته هامون برسیم، چطور از قوانین انرژی استفاده کنیم برای رسیدن به چیزایی که دلمون میخواد، چه دنیایی چه غیر دنیایی. دوستان، برای یونیورس هیچ فرقی نمیکنه که به تو یه ماشین بده، یه رابطه بده، به تو پول بده، به تو جایگاه بده یا به تو آرامش بده. یونیورس براش فرقی نمیکنه که تو 2000 تومن میخوای یا 2 میلیون تومن یا 100 میلیون تومن. براش فرقی نمیکنه. مقیاس یونیورس مقیاس کمبود و مقیاس حساب کتاب نیست. یونیورس به اندازه انرژی تو به تو برمیگردونه. و اگر تو از من بپرسی که توی کلمه یا توی جمله به من بگو که راز این که آرزوهامون برآورده کنیم چیه، خیلی ساده راز ماجرا رو توی جمله بهت میگم و اون اینه: خودت رو در شرایط آرزوی برآورده شدت تجسم کن و از اون حال زندگی کن، از اون حال فکر کن، از اون حال رفتار کن، از اون حال حرف بزن، قدم بزن. اونجوری زندگی کن جوری که انگار آرزوت برآورده شده. به جای خواستن و خواستن و خواستن، به جای گدایی کردن، درخواست کردن، نیاز کردن، نظم بستن و دخیل بستن و آرزو کردن، فقط کافی خودت رو در شرایط آرزوی برآورده شدت قرار بدی و از اون محل زندگی کنی، از اون حال نفس بکشی، تو اون حال قدم برداری، تو اون حال به بقیه نگاه کنی، و از اون حال فکر کنی. شاید به من بگی که خب اگه به این آسونیا بود که من انجامش میدادم. من باید اون رابطه، اون پول، اون امکانو داشته باشم تا بتونم اون احساس رو داشته باشم. کاملا برعکسه. احساس تو همیشه یک انتخابه. تو میتونی با هدایت توجهت، با هدایت ذهنت، احساسی که دلت میخواد رو داشته باشی. مثلا شاید فکر کنی که من احتیاج به پول دارم و میخوای پول بیاد تو زندگیت. خب بسیار عالی، میتونی چند جور این کار رو انجام بدی. جوری که اکثر آدما انجام میدن، این که میرن توی دنیا دنبال راههای عجیب غریب برای پول به دست آوردن و جذب کردن و بعد خواستن، تلاش کردن و تقلا کردن. هرچی بیشتر این کار رو انجام بدی، بیشتر خواستن و تلاش و تقلا رو به سمت خودمون جذب میکنیم. حالا چرا؟ چون کائنات کاری به این نداره که تو چی میخوای. کائنات به احساس تو پاسخ میده. هر چیزی که داری احساس میکنی به سمت خودت جذب میکنی. و همینه که وقتی از محل نداشتن به سمت پول میری، ندارم، مشکل دارم، گرفتارم، نمیدونم، بی پولم، فقیرم، و بعد برم دنبال پول. از این محل فقط نداشتن، بی پولی و فقر بیشتر به سمت خودت جذب میکنی. یونیورس براش مهم نیست که تو چی میگی و چی میخوای. یونیورس حال تو رو میبینه، از اون حال بیشتر برات ایجاد میکنه. اگه حالت حال زبونی و نداری و گرفتگی، و اگه حالت حال درموندگی باشه، درموندگی بیشتر به سمت خودت جذب میکنی. مهم نیست چی میگی و چی میخوای، مهم اینه که کی هستی. و اینکه کی هستی احساس توه. احساس تو هر لحظه انرژی که داری به یونیورس مخابره میکنی، مثل یه موج داری اینو به دنیا میفرستی. هر موجی که به دنیا بفرستی عین همونو دریافت خواهی کرد. خیلی به اسم قانون جذب میشناسنش، من کاری به اسمش ندارم. این یه حقیقته، دنیا اینطور کار میکنه. حالا تو میتونی فکر کنی که نه، این فقط یه باوری که یه سریا دارن و بعد از طریق دستکاری کردن دنیا بری سراغ خواسته هات. میتونی این کار رو امتحان کنی، یا میتونی یه لحظه این فکر کنی اگه این واقعیت داشته باشه چی؟ اگه واقعا توی دنیا چیزهای شبیه به خودشون رو جذب میکنن چی؟ اگه حرف مولانا که برگشته گفته در جهان هر چیزی جذب کرد، گرم گرما را کشید و سرد سرد، اگه این واقعیت داشته باشه چی؟ یه لحظه بهش فکر کن. اگه این که مولانا میگه ذره ذره هرچه بر عرض و سماست، جنس خود را آن یکی چون کهرباست،